هر کس خسته است، هر کس کم آورده، هر کس قاطی کرده، هر کس افسرده است. یادت باشه یکی هست که حواسش هست، یکی هست که ما رو میبینه، یکی هست که ما رو دوست داره. یه قاف تو خونه بردار، روش نوشته باشه السلام علیک یا فاطمه الزهرا. گوشی خونتون این قابو بچسبون. اونا که خیلی خستن، اونا که از همه ناراحتن، از کائنات ناراحتن، از همه ناراحتن، از کارشون ناراحتن، بچسبون اونجا. بعد نیت کن خانم جان شما حرم نداری، این خونه حرم شماست. من هر کار میکنم برای خودت دیگه میکنم، تو باید جبران کنی. محبت میکنی به عشق حرم، پول در میاری به عشق حرم. تو حرم کسی غر نمیزنه، تو حرم کسی خسته نمیشه، تو حرم کسی انتظار تشکر نداره. تو حرم میگن اون که باید جبران کنه کسی دیگه است، بس کسی دیگه انتظار داره. به تو میدارم من شبیه آن پسر بچه که هر باری زمین افتاده بابا را صدا کرده.